که کباب جور بکنین درسته؟ ولی یه دیگه مسئولیت آمدگی کباب آقای احمدی دارم، من قرار دم دست آشپز باشم. خیلی خوب خیلی خوب. حتی بعضی از امتها اگر اشتباه نکنم امت حضرت موسی علیه السلام زمان توبه از اونها قبول میشد و پذیرفته میشد که اونها جان خود از دست میدادند. یعنی توبه از اونها مرگ از اونها بود، قدر سخت بوده توبه از اونها، مرگ از اونها بوده. ولی این امت زمانی که به الله رجوع میکنه چقدر ذات مهربان داره، چقدر خداوند کریم و بخشاینده داره که به محض آن که به رب العزت ذوالجلال و الاکرام رجوع بکنیم و از گناه خود پشیمان بشیم الله متعال ما را مورد عفو و بخشش قرار میده. ویژگی دیگه که برای امت گذاشته شده در قسمت توبه ای است که گناه انسان همچنان به حسنه تبدیل میشه. این تصویری هم که شما دیدیم از این گوساله یاد از داستان از حضرت ابوبکر آمد که اونا گاه گوسفند در میدیدن میگفتن کاش من مثل این حیوان باشم و بیگناه باشم و مورد بازپرس در آخرت قرار نگیرم. و این خیلی از صحابه گاهن از این چیز میگفتن که کاش ما مورد بازپرس و مسئولیت و اینا قرار نگیریم، چون از اینا مورد سوال و بازپرس نمیشه. ایمان داریم به این که آخرت هست، به زندگی فانی هست و حتی معلوم نیه که تا چند دقیقه و چند لحظه دیگه ما انتقال پیدا میکنیم و در اصل مسافر گفته میشیم. به این اساس باید خیلی مواظب افکار، گفتار و کردار خود باشیم. به نام یکتای بیامتا عرض سلام دارم خدمت بیننده های خوب چینل یوتیوب نگین خراسان. دوستای عزیز امیدوارم که صحتمند و تندرست باشید و لباس عافیت همچنان به تن داشته باشید. موقعیتی که شما به تصویر مشاهده میکنیم ولسوالی زیبای رباط سنگی هست و باغ زحمت و امروز با جمعی از دوستا آمدیم به اینجا به تفریح و سیاحت. از شما میطلبم که تا لحظات اخیر برنامه با ما باشید و ما همچنان دنبال کنید. از ابتدای برنامه بیننده های گرامی ما با جمع از دوستا هستیم و مصروف روشن کردن آتش می باشند و قراره که امروز جناب احمدی صاحب بزرگوار یک کباب بسیار جانانه انشالله پخته کنند و دوستان نوش جان کنند. سلام احمدی صاحب، خوبی؟ سلام. صحتمندی؟ سلامتی؟ کارا سخت‌تر همیشه ما به همین برنامه ها کمان آشپزی می باشن و احمدی صاحب بزرگوار واگذار میکنیم. کار بسیار سختیه. احمدی صاحب بزرگوار خیلی خوش اومدید به برنامه. سلامت باشید. من عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. انشالله که همه خوب و خوش باشین. سلامت باشید. الله شما را عزت بده. با استفاده از فرصت که آتش هم خاموش نشه آتش روشن میکنیم و صحبت‌های با جناب احمدی صاحب داشته باشیم. بیایم احمدی صاحب آتش روشن کنیم. امروز قراره که کباب جور بکنیم، درسته؟ بله امروز کباب پاچین جور میکنیم، به میل آمادیم. آها. همین موقعیت ما پیشتر گفتم احمدی صاحب باغ زحمت، رحمت یا زحمت؟ زحمت. رحمت که باز زحمت شده دیگه. یک نقطه فرق داره. فقط یک نقطه. خب موقعیت هم ولسوالی زیبای رباط سنگیه. اگر دوستا میاین دیگه همچنان فضا بسیار مقبول به کنار کوه، فضای سبز و اگرچه حالا دیگه فصل خزان از سبزی وجود نداره، درسته؟ درخت‌ها زرد شده ولی همین آب هست و این آبشاری که به اینجا هست و صدای ها بسیار خوشاینده. به فصل خشکسالی و اینا همین آبم غنیمت. خیلی از جاها همین آب هم نداره. خب دوستای عزیز به جمع ما امیر این برنامه و امیر مجلس ما جناب استاد اسمت الله جان ابراهیمی که در برنامه با ما شما هستند. جناب استاد باشه که من بیام پیش شما. سلام استاد، خوبی؟ علیکم السلام، وقت شما و بیننده بخیر. سلامت باشیم، بخیر باشیم. شما استاد مصروفیم دیگه، خودی احمدی صاحب قراره که کباب جور بکنین، درسته؟ ولی دیگه مسئولیت آمدگی
کباب آقای احمدی دارم، من قرار دم دست آشپز باشم. آها، خیلی خوب خیلی خوب. چون شروع برنامه ما جناب استاد ما به سفر آمدیم خود شما به ولسفلی روباسنگی و قرار از این جگاه انشالله به بازار ولسفلی روباسنگی همچنان سفر داشته باشیم، درسته؟ انشالله. کوتاه همین آداب سفر برای ما و بیننده ها بیان کنیم. خب اولا سفر خود یک چیز بسیار خوبه و آموزنده، میگن باید سفر کرد تا آموخت. خب از خوبی های سفر همینه، بالاخره آدم با دوستا و با طبیعت دوستا و اینا آشنا میشه دیگه. جز آداب سفر میتونه آمادگی های لازم باشه که وقتی به سفر میریم بالاخره همون آداب لازم و کافی و وسایل امکاناتی که ضرورت باشه. و ضمن از او پیامبر بزرگوار اسلام میگن وقتی شما سفر میکنین ولو 2 نفر هم هستیم، 1 نفر به عنوان مسئول یا امیر سفر تعیین میکنین. و ضمن از او از آداب سفر میتونه ای باشه که ما و شما مو امکانات و وسایل و تجهیزاتی که به کاره و ضمن از او دعا و ادعیه مسئولات و اینایی که خب وقت بیرون شدن از خانه و به طریق راه و بالاخره اینا خونده بشه. و ضمن از او خوبه که از سفر بالاخره مثل که ما برای بله. مسئله روح و روان خود ضرورت های داریم، از طریق سفر شاید یک از نشاطات و اینا باشه که خستگی ها و اینا رفع بشه. اون چیز ضروری نیست. سلامت باشید جناب استاد، ما مزاحم کار شما نمیشم، شما می قسم کار خودم انجام بدیم ان زمانی که کباب رو آوردیم این کوره دیگه از این سنگا یک کوره جور کردیم، درسته؟ دیگه دقیقاً ما خواستیم از اصلا کلا کمک گرمم بشین تر باشه و بالاخره دوستانه تر باشه و اینا دور از تکلفات و تشریفات باشه. بله. به این خاطر ما خیلی زحمت نساختیم خود بابت آوردن خیلی از وسایل امکانات. همین طبیعی انشالله کوشش کردن چی بشه. فضا بسیار فضای خوبیه جناب استاد. آدرس دقیق از این اگر برای ما و بیننده ما بگید، پیشتر ما و جناب احمدی صاحب یادآوری کردیم باغ زحمت گفتم دیگه دقیقاً ما شما به ولسوالی کشتر بادسنگی به منطقه نزدیکای چشم روغنی میگن و این محل هم که ما شما هستیم باغ زحمت. فکر کنم تا شما گاهی روز زحمت و رحمتی و مشکوکن، تا زحمتی نباشه رحمتی هم نیه برادرم. به خاطر به اساس زحمت هایی که همیجی شخص به نام لال محمد کشیده این باغ آماده شده و بعد امیر نامگذاری کردن به نام باغ زحمت. خیلی من مزاحم شما نمیشم جناب استاد، در بیننده های گرامی در برنامه با خود می داشته باشیم و صحبت های با ایشان داریم. شما مصروف کار خوب باشیم که من هم فکر کنم وظیفه همه کبابار گفتن که به سیخ در بکشیم، درسته؟ ما خودی جناب آقای راشد صاحب بزرگوار بیننده های گرامی همه کبابار به سیخ در میکشم. الحمد لله حمدا طیبا مبارکا فیه یا رب لك الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و لعظیم سلطانک. منت خدایی را عز وجل که طاعتش موجب غربت است و شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممید حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و به هر نعمتی شکر واجب. از دست و زبانی کی براید که از عده شکرش بدر آید. بنده همان بی که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. به نام یکتای بیامتا عرض سلام دارم خدمت بیننده های خوب چینل یوتیوب نگین خراسان. امیدوارم که صحتمند و تندرست باشید و لباس عافیت همچنان به تن داشته باشید. یک سلام خاص و ویژه دارم خدمت دوستان عزیزی که در این برنامه با ما هستند، جناب استاد ابراهیمی صاحب بزرگوار، جناب استاد راشد و جناب استاد احمدی صاحب بزرگوار. دوستان عزیز بیننده های گرامی، امروز آمدیم به طبیعت زیبا، به فضای زیبا و مقبولی که شما به تصویر مشاهده میکنیم مربوط به ولسوالی زیبای روباتسنگی باغ زحمت. درست جناب استاد؟ باغ زحمت است. دوستان عزیز بیننده های گرامی، به همین طبیعت و به همین فضا که ما آمدیم، دوستان خواستن که یک درس داشته باشیم درباره توبه و بازگشت به آستان الهی. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله.
ای کسانی که شما در گناه اسراف کردید، کسانی که در گناه زیاده روی کردید، کسانی که بیش از حد گناه کردید، از رحمت الله ناامید نباشیم که الله بنده پذیر است، الله توبه پذیر است، الله بنده پذیر است و بنده بیزار نیست. خداوند دقیقا در همین آیه قرآن کریم بیان میکنه کسایی که گناه کردیم و در گناه بیش از حد اسراف کردیم برگردیم و آغوش من الله بر روی شما باز است. چقدر همین سوره قرآن کریم و همین چند آیه اول بر انسان قوت قلب میده که خداوند میگه بگو به کسایی که در گناه اسراف کردن، در گناه زیاده روی کردن. خداوند متعال نمیگه ای کسانی که شما گناه کردیم، میگه ای کسانی که شما در گناه و معصیت بیش از حد زیاده روی کردیم بگردیم توبه بکنیم، خداوند متعال توبه پذیر است. دوستای عزیز، بیننده های گرامی، توبه یعنی ندامت و پشیمانی، ندامت و پشیمانی نسبت به کرده، نسبت به گذشته، نسبت به آنچه که انسان گناه و معصیت و نافرمانی رب العزت ذوالجلال و الاکرام را انجام داده، زمانی که قلباً پشیمان میشه، قلباً ناراحت میشه و به سوی رب العزت ذوالجلال و الاکرام رجوع میکنه و متوجه ذات اقدس الهی میشه، به همین توبه میگن. توبه کردن خیلی کار سختی نیست، فقط به همین که از گناه متنفر بشیم و از کرده خود و از گناهی که انجام دادیم پشیمان باشیم، الله توبه پذیر است و الله میبخشه. اگر ما نگاهی به توبه امتهای گذشته داشته باشیم که امتهای گذشته چی قسم توبه میکردن و توبه از اونها چی قسم پذیرفته میشد، حتی بعضی از امتها اگر اشتباه نکنم امت حضرت موسی علیه السلام زمان توبه از اونها قبول میشد و پذیرفته میشد که اونها جان خود از دست میدادند، یعنی توبه از اونها مرگ از اونها بود. زمان توبه را الله میپذیرفت و قبول میکرد که اونها مرگ به سراغ از اونها میآمدند و خود از بین میبردند و باز الله توبه از اونها قبول میکردند. چقدر سخت بوده، توبه از اونها مرگ از اونها بوده، ولی این امت زمانی که به الله رجوع میکنه چقدر ذات مهربان داره، چقدر خداوند کریم و بخشاینده داره که به محض آن که به رب العزت ذوالجلال و الاکرام رجوع بکنیم و از گناه خود پشیمان باشیم، الله متعال ما را مورد عفو و بخشش قرار میده. و یک ویژگی دیگه که برای امت گذاشته شده در قسمت توبه ای است که گناه انسان همچنان به حسنه تبدیل میشه. وقتی انسان گناه کرده، معصیت کرده، به الله رجوع میکنه، به سوی الله برمیگرده، اینجا هست که باز همین گناه های گذشته انسان را الله به حسنه تبدیل میکنه، به نیکی تبدیل میکنه و به ثواب تبدیل میکنه. خداوند متعال ذاتی است که هر لحظه منتظر است که بنده از او بر بگرده، هر لحظه آغوش بلاکیف الله باز است و الله میگه که ای بندی ما بیا. اگر ما دوستای عزیز بیننده های گرامی یک وجب به طرف الله بریم، الله 10 وجب به طرف ما میآید. اگر ما آیسته آیسته به طرف الله حرکت بکنیم، الله متعال ذاتی است که دوان دوان به طرف ما میآید. در حدیث صحیح البخاری شریف میآید که یک فرد 99 نفر را از بین میبره. وقتی میره پیش یک عالم میگه که من میخوایم توبه بکنم، میگه گناه تو چیست؟ میگه قاتل 99 نفر شدم. آیا توبه هست؟ میگه تو قاتل 99 نفر شدی، توبه وجود نداره. همونجا میگه توبه که وجود نداره، پس همین 99 صد میکنم، این عالم را از بین میبره. بعد از مدت ها دوباره باز متوجه به الله میشه، متوجه به این میشه که توبه بکنه. وقتی پیش یک عالم دیگه میره پرسان میکنه که من 100 نفر را از بین بردم، آیا راه توبه هست؟ دروازه توبه بروی من باز است؟ او عالمی بود که برای ازی توصیه میکنه، میگه بین تو و بین توبه هیچ مانعی وجود نداره. هر زمانی که توبه کنی الله توبه پذیر است و الله متعال توبه را میپذیره. از زمانی که فرد توبه میکنه و برای از توصیه میشه زمانی که توبه کردی از این شر در کل سفر بکن و به شر انسانهای صالح و نیک برو. زمانی که به مسیر راه هست، به مسیر راه جان از او اسرائیل میگیره و از این دنیا میره. و اینجا دو فرشته از آسمان میاد، یکی فرشته های عذاب میآید و یکی هم فرشته های رحمت میآید. فرشته های عذاب میگه که 100 نفر را از بین برده و دوزخی است و ما به دوزخ میبریم روح حزین. باز فرشته های رحمت میگه که توبه کرده و به طرف شهر صالحین حرکت کرده، ما به جنت میبریم روح حزین. تا ای که مشاجره بین فرشته عذاب و فرشته رحمت شروع میشه. اینها میگن زمین را نگاه بکنیم، متر بکنیم، اگر ای به شهر صالحین نزدیک بود خب به جنت بره، اگر به شهر
که گناه کرده بود به او شهر نزدیکتر بود به دوزخ بره. اینجا خداوند متعال به زمین دستور میده، میگه که از شهر گناهکارا زمین فراخ بشو و از شهر صالحین زمین پیش بیا و کوچک بشو. چقدر الله مهربان داریم. دوستای عزیز، هر زمانی که انسان به الله متعال رجوع بکنه، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین می نویسه، میگه زمانی که انسان توبه کرد باید 3 کار را انجام بده. بعد از توبه کردن 3 کار را باید انسان انجام بده. یعنی 3 شرط وجود داره بعد از توبه کردن. اول ای که نسبت به گناهی که کرده پشیمان باشه. هیچ توجیه نسبت به گناه باید وجود نداشته باشه. هیچ افتخار و فخر نسبت به گناه باید وجود نداشته باشه، چون گناه سیاه و تاریک است. بر سیاهی و تاریکی انسان فخر و افتخار نمیکنه. بعد از آن همچنان از گناه دوری بکنه، از گناه فاصله بگیره و ارادی راسخ و عزم قوی داشته باشه که دیگه هرگز به گناه بر نگرده. همین 3 شرط بعد از گناه باید فرد انجام بده. همچنان در باب گناه و معصیت پیشتر یادآوری کردیم که خداوند متعال ذاتی است که با او همه شأن و شوکت، با او همه عظمت و بزرگواری، هر لحظه که بنده از او به او رجوع بکنه، هر لحظه که بنده حرکت بکنه، الله میپذیره. آیه که قبلا خدمت شما تلاوت کردم، آیه که قبلا خدمت شما بیان کردم، خداوند نمیگه که ای کسانی که شما گناه کردید، میگه ای کسانی که شما در گناه اسراف کردیم، در گناه زیاده روی کردیم و بیش از حد گناه و معصیت و نافرمانی من الله را انجام دادیم، به سوی ما حرکت بکنیم، به سوی ما رجوع بکنیم و توبه بکنیم، اما ما توبه پذیر هستم. و باز در جای دیگه خداوند بیان میکنه ما توبه کننده ها را همچنان دوست می‌داشته باشم. دوستای عزیز، خیلی از کسا بودن زمانی که ما سوابق از اونها رو نگاه بکنیم، گذشته از اونها رو نگاه بکنیم، گناه بیش از حد انجام دادن، ولیکن زمانی که توبه کردن، زمانی که به الله رجوع کردن، بنده مخلص و بنده محب الله شدن. امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه قبل از اسلام شمشیر را از غلاف بیرون میکنه و میگه که من میرم که سر محمد رستانی و جدا بکنم. اما زمانی که توبه میکنه، زمانی که با تمام معنا وارد اسلام میشه، عمر رضی الله تعالی عنه به شخص تبدیل میشه که بر ثلث دنیا حکومت میکنه و پرچم اسلام را به اعتزاز در میاره. شما نگاه بکنیم به تاریخ اسلام، تماما کارنامه‌های زرین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به گوشه گوشه تاریخ اسلام و به گوشه گوشه تاریخ بشریت درخشان می باشد و از برکت شمشیر امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه اسلام به گوشه گوشه دنیا می رسد. ولی این عمر فردی بود که قبل از اسلام و قبل از توبه و قبل از رجوع و بازگشت به ذات اقدس الهی میخواست که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از بین ببره. اما زمانی که به الله رجوع میکنه، زمانی که با تمام معنا میخواد وارد اسلام بشه و اسلام را قبول میکنه، بنده محب الله میشه که خداوند برای امیرالمومنین عمر بن خطاب مژده بهشت میده و حتی چندین بار الله متعال از فوق آسمان ها رأی خود مطابق با رأی عمر اعلان میکنه. یعنی افتخار است، خوشی دیگه برای انسان متقی، برای انسان پرهیزگار، برای انسانی که به تمام معنا از گناه فاصله میگیره و اسلام رو میپذیره و ویژگی‌های بیش از حد در باب انسانی که توبه میکنه، در باب انسانی که با تمام معنا رجوع میکنه بیان شده. اولین کاری که و اولین سعادتی که نصیب انسان توبه کننده میشه، نصیب انسانی که از گناه به الله رجوع میکنه میشه، این هست که نسبت به گناه و نسبت به معصیت تنفر در قلب از او پیدا میشه. یک انسان زمانی که از گناه فاصله میگیره و به تمام معنا به طرف الله رجوع میکنه، در قلب از اون نسبت به گناه تنفر پیدا میشه و از گناه همچنان نفرت میداشته باشه و شیرینی عبادت در قلب از او زیاد میشه و پایبند به مسائل عبادی میشه زمانی که یک فرد از گناه فاصله میگیره. و همچنان کارهای خیر برای از او خیلی آسان میشه. فردی که از گناه فاصله میگیره و به الله توبه میکنه، انسانی میشه که در انجام کارهای خیر بسیار پیش قدم میشه. نماز خواندن به سر وقت، رفتن به جماعت، صدقه دادن، اینها کارهایی که برای از او خیلی آسان میشه. قبل از این برای از او خیلی سخت بود. قبل از این شاید خیلی سخت بوده باشه که او به تاریکی صبح و به تاریکی شام به طرف مسجد به جماعت بره، ولی زمانی که به تمام معنا به الله رجوع میکنه و توبه میکنه، کارهای خیر و کارهای نیک برای از او آسان میشه. حالت تواضع به خود میگیره. انسانی که توبه میکنه و توبه از او به نزد الله
پذیرفته میشه، انسان متواضع میشه، انسان فروتن میشه و در کل انسان شکسته می باشه که تکبر و غرور در او وجود نداره. همیشه ترس در وجود از او همیشه ترس است، ولیکن ترس همراه با امید است. از گناه و معصیت میترسه، از عذاب قبر میترسه، از عذاب دوزخ میترسه، ولیکن به مغفرت الله و به رحمت الله امیدوار میباشه. تغییر در رفتار و ترک دوستان بد. انسانی که توبه میکنه در رفتار از او تغییر به وجود میآید، در دایره دوستان و همنشینان از او همچنان تغییر به وجود میآید. قبلا با دوستان ناباب و ناشایست نشست و برخاست داشت، حالا زمانی که توبه کرده با انسانهای صالح، با انسانهای نیک نشست و برخاست داره که خداوند متعال در قرآن کریم همچنان این موضوع به صراحت بیان میکنه و میفرماید که ای کسانی که شما ایمان آوردید از الله بترسید و با انسانهای صالح همنشین باشید. موفق شدن در کارها بعد از توبه، هم در کارهایی که برمیگرده به امورات دنیایی و هم کارهایی که برمیگرده به امورات اخروی، انسان موفق و انسان بسیار نیکی می باشه. ثبات و پایداری در تمامی امورات، ثابت قدم می باشه، حرفی که میزنه سر حرف خود استاد است و عزم و ارادی بسیار قوی و راسخ می داشته باشه و همچنان از وسوسه های شیطان، از اینکه شیطان در فکر و ذهن از او گمانهای بعد را جا بده، فکرهای بعد را جا بده، از اینا همچنان فاصله میگیره. اینها بود موضوعاتی که یک بنده‌ای که زمانی که از گناه و معصیت الله فاصله میگیره و در کل توبه میکنه، همین علامه ها و نشانه ها را همچنان بعد از توبه می داشته باشه. حالا بس هینجیه که چقدر سخت بوده در گذشته ها، امت های گذشته، امیدی سیب بزرگوار، جناب استاد ابراهیمی سیب بزرگوار و راشید سیب بزرگوار، اینا هم بیننده های گرامی اهل مطالعه استادا هستند، بزرگوارا هستند، اینا هم در این راستا مطالعه دارن، تحقیق دارن. چقدر سخت بوده جناب امیدی سیب بزرگوار که در امت های گذشته وقتی یک نفر توبه میکرده، پذیرفتن توبه از اون مرگ از او بوده، یعنی زمانی از بین میرفته توبه از او قبول میشده. حالا چقدر آسان شده زمانی که یک نفر گناه و معصیت را انجام داده، به محض آن که به الله رجوع میکنه و از عمل و کرده خود پشیمان میباشه، الله بنده پذیر است و الله میپذیره. و بعضی وقتا بعضی آیات قرآن کریم، بعضی سوره های قرآن کریم را که انسان تلاوت میکنه با تفکر و تدبر، تفسیر و ترجمه را وقتی نگاه و ملاحظه می داشته باشه، برای انسان قوت قلب میده که الله از فوق آسمان ها دست بلا کیف خوده نیمی شب به طرف آسمان دراز میکنه و میگه بندی ما کی هست که از گناه و از معصیت پشیمان شده باشه تا ای که مور نجات بدو. یک روز جبرئیل امین از خداوند متعال پرسان میکنه که یا الله فلان بنده تو در روی زمین اشک میرزونه، گریه و زاری میکنه، ناله میکنه و همیشه گردن خود کج میکنه، دستان خود بلند میکنه و طرف تو ناله میکنه، چرا خواست از او برآورده نمیکنی؟ میگن خداوند متعال در پاسخ جبرئیل امین میگه ای جبرئیل، من اشک ریختاندن ای بنده دوست دارم، من ناله و زاری از این بنده دوست دارم، من قطرات اشک از این دوست دارم، من گردن کج از این دوست دارم، بگذار که من ناله، من اگر خواسته از این برآورده کنم باز میره دیگه و در گایمه دوباره بر نمیگرده. متاسفانه بعضی وقتا همو قسم میشه، ما زمانی که خواست و نیازی داریم گردن خود کج میکنیم، اشک میریزانیم و بسیار فروتن میشیم به نزد الله، اما به محض آن که خواستی ما برآورده شو باز همو فرهونک سرکش میشیم. اینجا میطلبه که در تمامی راستا ما باید در مقابل رب العزت ذوالجلال و الاکرام فروتن باشیم و همیشه گردن ما کج باشه. همین قسم الله همیشه همو گردن کج ما که دوست داره، همین قسم ان شاء الله دوست می داشته باشه. و همچنان میطلبه که به خاطر از این که ما بندی خوب الله باشیم، بندی نیک الله باشیم، رابطه خود با الله محکم کنیم. جناب حضرت استاد یک رابطه بسیار خوب بین مخلوق و بین خالق وجود داشته باشه. بعضی وقتا ما وقتی از یک فردی که به این دنیا هست یک خواستی می داشته باشیم، وقتی خواستی ما رو برآورده نمیکنه کوشش میکنیم که فروتنی کنیم، کوشش میکنیم که چاپلوسی بکنیم، کوشش میکنیم که تضرع بکنیم. من میگم که چاپلوسی به در الله میزیبه، فروتنی به در الله میزیبه، گردن کجی به در الله میزیبه، زاری کردن فقط به در الله میزیبه. خیلی زیب و زینت داره که انسان به در الله ناله بکنه، خیلی زیب و زینت داره که انسان به در الله بناله و خیلی خوب است که
حتی بنده بعضی وقتا در خلوت بشینه، در تاریکی اتاق، در گوشی اتاق، در تنهایی بشینه با الله راز و نیاز بکنه. زمانی که همین راز و نیازها میشه، رابطه انسان با الله قوی میشه. وقتی انسان با تنهایی با الله صحبت بکنه، درد دل خود با الله شریک بکنه، خود از درون خلی بکنه، اشک برزانه، خداوند خیلی غنی است، خیلی ثروتمند است و خیلی قدرتمند هم هست، خیلی قوی هم هست. هر خواسته که انسان داشته باشه ان شاء الله خداوند متعال برآورده خیر میکنه. دوستای عزیز، بیننده های گرامی و جناب حاضرین در جمع، من دیگه بیشتر صحبت نمیکنم. خیلی کوتاه پیرامون توبه و پیرامون بازگشت به آستان الهی و ای که توبه چی خوبیامی داشته باشه. اگر دوستا داستانی دارن، پیامی دارن، حرف حدیثی دارن، از این طرف جناب حمیدی صاحب شروع میکنیم. جناب استاد، جناب راشد صاحب بزرگوار پیام خدا خدمت ما و شما شریک میکنن و باز خدافیزی می داشته باشیم. با دست خم میکنیم بگیریم، با دست خم بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حاضرین و بینندگان عزیز. خدا کنه که همه شما خوب و خوش باشیم و ایام به کام شما باشه. موضوعات خیلی خوبی رو بحث گرفتین و انشالله که خداوند توفیق بده که جزء توبه کنندگان واقعی قرار بگیریم. در بحث توبه موضوعات زیادی و بحث گرفته شد. فقط یک موضوعی که درگیر ذهن من بیان میکنم و خیلی وقت شما نمیگیرم، گویی است که میگه چرا عاقل کند کار که آخر بار آرد پشیمانی. ما وقتی ایمان داریم به این که آخرت هست، به زندگی فانی هست و حتی معلوم نیه که تا چند دقیقه و چند لحظه دیگه ما انتقال پیدا میکنیم و در اصل مسافر گفته میشیم، به این اساس باید خیلی مواظب افکار، گفتار و کردار خود باشیم. چون ما به این باوریم که در این دنیا جاویدان نیستیم و خیلی زود و عنقریب از این دنیا انتقال پیدا میکنیم. پس عاقل کسیه که وقتی در سفر میآید، قسمی که ما و شما امروز در سفر آمادین، به این تکلفات زیاد و وسایل زیادی با خود نیاوردین و کوشش میکنیم که با خیلی یک زندگی ساده پس خود بر بگردانیم به موقعیت اصلی. ما در زندگی دنیا هم همین رقمیم، یعنی خیلی زودی سفر تمام میشه و اگر ما مصروف باشیم به حب دنیا و کارهای دنیا، یعنی تمام هم مقام ما دنیا باشه، باز خسارت دنیا میشیم. خوبه که ما کارهای دنیا رو هم انجام بدین، مطالعه هم داشته باشین، عبادت هم داشته باشین، ذکر هم داشته باشین و همچنان اوقاتی که کار میکنیم، طاعت میکنیم، عبادت میکنیم، باز با آخر روز و با آخر شب یک محاسبه هم داشته باشیم که چه قسم شدی کارهایی که انجام دادیم، افعالی که گفتیم. انشالله می محاسبه روزانه و هفته‌وار و ماهانه که باشه، باز ما و شما با مشکل نمیخوریم و جزء بندگان خوب الله میشیم. امین الله. خیلی کوتاه جناب استاد. من هم عرض سلام وقت بخیری دارم محضر همه بیننده ها و جمع حاضر. الله متعال شاکر و سپاسگزاریم که توفیق رفیق ما کرد و امروز به این سفر آمده. الله متعال در قرآن کریم میگه ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه چشم و گوش و قلب و همه مسئولیت دارن در قبال اعمالی که انجام میدیم. به این خاطر خوبه که ما متوجه اعمال خود باشیم. و ضمن از او هم حضرت عمر یعنی نباید ناامید باشیم. بس اینه که اگر گناه هم زیاد کردیم و آیاتی هم که خونده شد قبلا که اسراف هم در گناه صورت میگیره، باز ناامیدی معنی نداره و ناامیدی را الله قرآن کریم به مثابه کفر گفته در قرآن. به این خاطر خدای متعال میگه لا تقنطوا من رحمت الله انه هو الغفور الرحیم. و همچنین حضرت عمر میگن که اگر در قیامت برای کسی گفته بشه که یک فرد میره و وارد بهشت میشه، من امید دارم که اون فرد ما باشم. و یا اگر برای فرد بگن که شاید یک فرد بره به جهنم، باز من شاید میگم اون فرد ما باشم. یعنی بین خوف و رجا باید انسان زندگی بکنه و الله متعال فراموش نکنه. و من بحث خود رو به یه حدیث خاتمه میدم که پیامبر بزرگوار اسلام میگن ما من شیء احب الی الله من شاب طیب. هیچ چیزی پیش الله متعال محبوب تر از توبه جوان نیست. به خاطر برای ما جوانان سزاوارتره که
از این جوانی به فکر الله طاعت و عبادت و اینا باشیم و گناه بسیار از ما سر نزنه و اگر آیانا گناه کردیم بازی توبه بکنیم. این تصویری هم که شما دیدیم از این گوساله یاد من از داستان از حضرت ابوبکر آمد که اونا گاه گوسفند در میدیدن میگفتن کاش من مثل این حیوان باشم و بیگناه باشم و مورد بازپرس در آخرت قرار نگیرم. و این خیلی از صحابه گاهن از این چیز میگفتن که کاش ما مورد بازپرس و مسئولیت و اینا قرار نگیریم، چون از اینا مورد سوال و بازپرس نمیشه و به هر حال یک محاسبی بسیار کوتاه میشه. خیر و سلام. بله دوستای عزیز، بیننده های گرامی، امروز ما به این موقعیت و این مکانی که شما با تصویر مشاهده میفرمایید اومدیم به تفریح و میله. گاهی بعضی از دوستا فکر میکنن که میله و تفریح به معنایی که بعضی از کارهای ناشایست و نابایست سر انسان انجام بده به اون میشه میله. ولی ما اینجا آمادیم در کنار از این که میله و تفریح خودمی داشته باشیم، در کنار از این که فوتبال میکنیم، والیبال میکنیم، دیگه بعضی از برنامه‌های تفریحی برادرها تنظیم کردن، از فضا لذت میبریم، از طبیعت لذت میبریم و در کنار از این هم دوستا خواستن که یک درسی هم داشته باشیم به همین فضا و همین موقعیت، چون ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. مسلمان در هر نشست و در هر برنامه خود باید ذکر و یاد الله رو داشته باشه. خواستیم در همین طبیعت و در همین فضا یک برنامه بسیار خوب داشته باشیم، صحبت‌های پیرامون توبه داشته باشیم. دوستا گفتن که درباره توبه با هم صحبت میکنیم. امیدوارم که برنامه ما مورد پسند شما میرورزان قرار گرفته باشه. دوستای عزیز، تک تکتان به الله یکتا و بی‌همتا امانت میکنم. شب روزتان خوش. خداوند حافظ و ناصرتان.